مقصد بعدی. چمدانی باز گوشه اتاقم قرار داشت. دیگه وقت سفر رسیده بود و باید وسایلی رو که لازم داشتم جمع می‌کردم. هنوز نمیدونستم چه چیزایی رو بهتره با خودم ببرم. به طرف کتابخونم رفتم. کتابخونه‌ای که تک تک کتاباشو خونده بودم و هر چند ماه یه بار با وسواس اونها رو غبار روبی می‌کردم و سر جاشون قرار میدادم. بار دیگه نگاهشون کردم. نمیتونستم هیچ کدومو با خودم ببرم. محدودیت چمدون و بار داشتم. به سمت آشپزخونه رفتم و با دستمالی بازگشتم و با وسواس شروع به غبار روبی کردم. میدونستم از سفر من خوشحال نیستن. کتابخونه که تموم شد به طرف کمد لباسام رفتم. اون پیرهن سبز و پیرهن قرمزم رو برداشتم. این دوتا لباس خیلی بهم میامد و من اونا رو خیلی دوست داشتم. چند تا شلوار و تیشرت و لباس خوابم با دقت در چمدون قرار دادم و به لباسای دیگه هم نگاه کردم. حس میکردم اونا هم دوست دارن با من بیان، اما خب ظرفیت چمدون من محدود بود. سراغ گاف صندوق رفتم. انگشتری رو که مامانم بهم داده بود برداشتم و مابقی و دوباره در گاف صندوق گذاشتم. عجیب بود، هیچ کدوم رو دوست نداشتم با خودم ببرم. چمدونم هم کم کم داشت پر می شد. چقدر ظرفیت بار من محدود بود. تمام وسایلی رو که با دقت و عشق و وسواس خریده بودم و سالها کنار هم قرار داده بودم و باید میذاشتم و میرفتم. فکری به ذهنم رسید. خودکاری برداشتم و پشت وسایلی که دوست داشتم پیامی برای پسرم نوشتم. از زمانی که بچه بود این کارو میکردم. اونم عاشق پیدا کردن پیامای من بود. بعد سراغ آلبوم عکسام رفتم. عکسای خانوادگی، عکسای زمان دانشگاه، مسافرت‌ها، همه رو نگاه کردم. طعم شیرین اون لحظه بار دیگه برام تکرار شد. چقدر لحظه‌های خوبی رو گذرونده بودم. البته لحظه‌های سختی هم داشتم. خوشبختانه آدم اون زمانا عکس نمیگیره. بعد شروع کردم به تمیز کردن خونه. دلم میخواست همه چی بوی زندگی و تراوت بده. اما کم کم ساعت حرکتم داشت میرسید. بار دیگه به چمدون و وسایلی که داخلش گذاشته بودم نگاه کردم و در چمدون رو بستم. چرخی تو خونه زدم، عکس پسرم رو بوسیدم و چراغا رو خاموش کردم. دستگیره در رو که چرخوندم و بیرون رفتم یادم افتاد که چمدونم رو بر نداشتم. میخواستم برگردم و چمدونم رو بردارم که یادم اومد. من برای این سفر به چیزی جز خاطراتم نیاز ندارم. در رو بستم و به سوی مقصد بعدیم حرکت کردم. این روایت امضای من است. فاطمه فرجاد.